ویدیو خوب پروتکل معمولی هم ترتیب دادیم واسه از این متاسفانه زیاد شده متاسفانه ما گفتم اصول خطا نکنیم 16 تا بود این اصول 34 تا قریب یک بار کدام شهر رو یاد است؟ یکی از سببای زیاد شدن همین چیز این گرمیه شما اگر نچکل که برابر گر شدن نماینده همکاری ختم سال تا سال گرمی شده است یکی از سببش یک سبب دیگرش همین نبودن حوزه شناوری کدام ناحیه ناحیه زیادتر کشونیان 4 نفره همه در زیاد در ناحیه کشونیان همدانی 3 نفره ما اگر پایین همه شب بخونم تیم کنم так وقتر 2 نفر لیواکان 6 نفر نورک 2 نفر کشونیان 4 نفر بخش 1 نفر باقی 3 نفر جایفون 1 نفر 5 1 نفر خراسان 2 نفر عبدالرحمن جامی 1 نفر یوم 2 نفر حمدانی 3 نفر وسیع 3 نفر فرخور 1 نفر تیمور مالک 1 نفر ناصر خسرو 1 یا بعضش به مسئولیتی پدر و مادران بعضش ما خیلی که خواندم در مردم اگر شما ناز گوش میکردید ما اونجا نامبر کردیم بعضش در حالت مستی رفته بعضش به مسئولیت پدر و بعضش ماهی رفته که موقفی در زمستان اگر هم یک تا موقفی بود چپا میشه ودکش متاسفانه خونکی بود اولی چیز بود یک قدم بالا کرد شدگی البته که جسدشون یافتگی نیستین از کل دریا چند نفرش هم موزی یک تا خطا نکنیم یک تا مرامت اجازت باشد من معاون سردار ریاست پاکونی کلیمزاده وابسته به همین حالت در وقتی که سردار ریاست خیلی کرده گذاشتن من داخل میکنم وابسته به این حالت در شوید البته در دوره یعنی که امسال اول سال 2022 خیلی که سردار ریاست قید کرده گذاشتن در حدود ولایت خرطوم 34 حالت غرقشوی شهروندان در خون دریاهای شهرهای ولایت به قید گذاشتند است که از این حالت یعنی که تا این دم خیلی که سردار ریاست مستقل گذاشتن همه شهرهای را وابسته کردن یکی از شهرهای نوعی کشونیان لیواکان همینون بنیاد زیادتر هستند سبب اساسی غرقشوی این در کل در شهروندان شهر نوعی در اون است که پیش از همه یکم وابسته به گرمشوی یک باره بی‌سابقه هوا که تا از 40 تا 50 درجه دکه خوردگی این زمان به همه شما معلوم است دیگر اون است که خیلی که قید کرده گذاشتن در حدود شهر نوعی ولایت خرطوم این هم با مقامات اجرایی دولتی ولایت خرطوم با کمیته ولایت و خود حکومت جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که در این بعد از سبب نبودن انام حوزه‌های شناوری که در حدود شهر نوعی کمی در کم از وجود دارد باید خیلی نبود که دریای بخشی که امروز همه شهروندان شهر نوعی علاقه یک قسمت زیادشون در همین دریا غرق شدگی این هم باشد این خیلی وابسته به تحلیلی که ما کرده گذاشته جای عموما یگان جای آبوزی ندارد یکم سببش جریان آبش بنیاد تیز است دوم سطح آب یعنی که حرارتش خنک است یک بار از طرف شهروندان با در حالت بدن گرم بودن وقتی که با درون آبی همین دریا بخش می‌دارد رکشی یعنی که دست و پای به عمل که یکی سبب‌های غرقشوی است وابسته از طرف ریاست کمیته ولایت فوق‌العاده هم بستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی با یعنی که مقامات حفظ حقوق خود تلویزیون خرطوم رادیو آزادی دیگر ما گروه کاری یعنی که نقشه چهارگانه تشکیل کردیم از یکم از خود در مسئولیت جامعه یعنی که برای آمدن کارهای آموزشی فهمانداری با اهالی خب وابسته به مسئولیت پدر مادر دیگر در هم موضوعایی که عموما یعنی که خوف و خطر آبوزی کردن من است یکم لوحه‌ها زدیم دوم با واسطه اتوماسین‌های مخصوص داشته که در خود ریاست در بازه مدیر تکنیکی ریاست ارزی وجود دارد انمی گروه‌های کاری با اجرای اشتراک خود نمایندگان چند ما در بالا خیلی کرده گذاشتم دفتر در جاها کارهای فهمانداری می‌برد لکن با نو بسازونه که ما در همینجا در یک جایی در همبستگی با مقامات حفظ حقوق و کارمندان ما از طرف سازمان جوانان کمیته دین دیگر رو که سر کار داره لکن با همین نگاه نکرده باز مردم خودشون با همین که آبوزی با دریای بخش